سلام، خیلی خوش اومدی. حالتون چطوره؟ بنده سینانیو هستم. خوش اومدی به چنل بنده. اومدم چیکار کنم؟ اومدم یه غذای تند درست کنیم. من خودم مد نظرم رفت سمت مرغ سوخاری طوری چیزی. فیدو جان بابا میشه نیای تو؟ قراره 3 تا چیز درست کنیم. سس تارتار، مرغ سوخاری کنتاکی تند و علاوه کردن بلو تند. خب باید شروع کنیم. الان مواد سوخاری رو آماده کردن. بعد چون پودر سوخاری هر جایی درست حسابیش نیست، من یه دونه بسته کوچولیشو داشتم، نفسه بود. از اینا بگیرید که به دردتون بخوره، هیچ خوب بخورید. پفک نمکی داریم و علاوه کرانچی تند و نون توست. خیلی ایزی، یا نون باگت. خشکش کنید، پودرش کنید، راحت خوشمزه ترین آرد سوخاری میشه که شما آرد که نه، پودر سوخاری میشه که شما استفاده میکنید. ببینید پودر سوخاری و آرد سوخاری با هم یه فرق داره. اگه از آرد استفاده میکنید غذا میره سمت شنیتسل شدن. اگر از پودر استفاده میکنید غذا میره سمت کریسپی شدن و پولکی شدن. من ویدیو میگیرم، نمیدونم بابام داره چیکار. بابا کجا رو داری آب میدی ستون؟ ایوه اشالله. بریم کارا رو شروع کنیم. این تحنونا رو واقعا نمیدونن، معمولا خیلی‌ها میندازن دور. این تحنونا خوراک همین کاره. من این اونا رو بکنم تو فر. تا اینا بخواد داستان به زورتانش بره، بریم مرغامون رو مزه‌دار کنیم. من مرغامو شستم. خب اول یه مریت کامل با هم دیگه میزنیم. مرغ حتما نمک دیگه. ادویه زدن بچه اونجوری که مقدار بگم نیست دیگه. خدا وکیلی چیزی مقدار لازم باشه بهتون میگم. پودر سیر بزنید دوستان من، پودر سیر بزنید. خود سیرم اگه تونستید بزنید. فلفل سیاه هم میزنید بچه‌ها. ورچستر داشتیم سری پیش بهتون توضیح دادم ورچستر چیه. فکر کنم آب لیموه. من به مامانم گفتم آب لیمو بده، یادش رفت. ببینم ای یه ورز درست حسابی میدیم با ادویه ورچستر و اینا. یه قاشق خردل میزنم. این مینیت کله ها. من روغن زیتون میزنم. شما هر روغنی دوست داشتید بزنید. روغن خوراکی بزنید خواهشاً. روغن سرخ کردنی نزنید. ما باید اینو تندش کنیم دیگه. من تعدادی که قراره رو استریم بخورم و دهنم سرویس بشه برمیدارم. 2 تا کردن بلو برداشتم برای خودم، 3 تا هم بیبزیلر. تند سازی این قضیه چجوریه؟ چرا پیدات نمی‌کنم هانی؟ آها گذاشتم این به شیشه میذارم. میریم برای فلفل قرمز 1 قاشق خوکچل تو مرینیت فلفل قرمز میزنم. یه حرکت دیگه برای تند شدنش میزنم، نگران نباشید. این الان فقط مرینیت. بچه‌ها راستی یه چیزی دوست داشتید میتونید برید رزماری هم بکنید وسط همت. این شد تندمون. بریم برای درست کردن سس چی میخوام بزنم؟ میخوام تارتار بزنم. تخترم آوردم و چند تا خیارشور بردارم. یه ذره آب خیارشور رو هم بریزم این تو. من رفتم سیر بیارم. جا پیازی دونه پیاز بنفش کوچولو هم دیدم. راستیتش دلم نیومد. آها راستی مامانم یه سری سبزیجات هم داره. بیرید. تختمو یه آب بزنم. چاقومو یه آب بزنم. پیاز سیر خورد میکنه. چاقو ماقوتون رو سری آب بزنم. میایم برای رندومایز خیارشور. کنم کافیشه ببینم. آره بابا زیادم هست. 5 تا تقریبا خیارشور. این از این. یه همچه اتفاق خوکشلی داره میفته این تو. خب حالا چی لازم داری؟ سس لازم داری. برم سس‌ها رو بیارم. بچه‌ها من الان ماستم آوردم. درست نیستا. ببینید مایونز طوره این سس، ولی چون معمولا مایونز جون در ماستو. چون معمولا مایونزا رو من خودم درست میکنم. مایونزای شرکتی زیاد کنار نمیاد. شما 2 قاشق مایونز بزن. 3 قاشقش کن. 2 قاشق هم ماست بزن. 1 قاشق غذاخوری هم تقریبا خردل. حدش رو ساکی بزنم ببینم چه خبره دنیا. فلفل سیاه زدم. آویشم میزنم. شیوید زدم. و سبزیجاتی که مامانم بهم داده. این سبزیجات رو خواستید خورد کنید اینجوری دستشون بکنید. این راحت. این سبزیجات خیس باشه چاپش کنی این شکلی میشه. یه خورده له حالت میشه ولی مهم نیست. سعی کنید سبزیجاتتون رو خشک کنید بعد چاپ کنید. سبزیجات هم من ریختم این تو. من بذارم کنار این قضیه رو. آها من یه تریکی میخواستم بزنم. چیز سفیده شما دقت نکن. میتونی یه شات بریزی توی این سس. به نونها رو نگاه. این کاری بودش که من میخواستم با نونها بکنم. این سس تارتارمون شد. میذاریمش یخچال بعدش برای سرو. اینو میریزی اینجا. این قبلا توش پفک خورده بوده. مقدار مکفی کرانچی خورد میکنی میریزی این تو بابا.
دم گوشگوبه دیزی آوردم. نونو خشک کردیم که به این برسیم. فعلا دوتا بستشه. فلفل قرمز، پودر سیر دوباره یه کوچولو، فلفل سیاه، پاپریکا. یه همچین قضیه‌ای بهتون تحویل داده میشه. از این پفک نمکیه نزدم چون تو اون پفک نمکی بود نمیدونستم. میخوام برای داخل این کردن بلو حالتیا یه پنیر درست کنم. 3 مدل پنیر دارم. پارمزان دارم، 2 تا ورقه پارمزان میندازم. اگه پودری هم پیدا کردید پودری چشمی بریزید. پارمزان شور پنیرش. اینا رو هم برداشتم. 2 تا چدار اینا. 2 تا هم گودا زدم. زیر گاز روشن میکنم. بذاری یه کوچولو آب شم در حدی که برم تو هم دیگه. نصف قاشق پنیر خامه‌ای میزنید. همه جا میخورید. نام هر دهنم سرویس چه رنگی گرفت بچه‌ها. رنگه بیشتر به خاطر پنیر خامه‌ای است. زیرشو خاموش میکنم که زود سرد شه. بریم برای پر کردن داخل کردن بلوها. بچه‌ها نگاه کنید 2-3 بار بهتون نشون میدم بفهمید. ببینید این ور الان نازکه، این یه وری زرش کلوفتره. خب شما سعی کنید وسط خیلی آروم بری بالا بیا پایین، بیای بری بالا بیای پایین. یه ذره که رفت تو دیگه با نوک چاقوت اینجوری توشو سوراخ کنی. این کمک میکنه به اینکه شما مواد داخلت بیرون نریزه. اینجا رو شما میای یه خط میندازی میای جلو، زیاد تا ته تو نمیری. چاقوتو میگیری، بکنید اینجوری باشه. چاقوتو میگیری فشار میدی تو، آروم آروم میچرخونی. از اون ور نباید بزنه چاقوت بیرون، با حواست باشه خیلی نرم با این کارو بکنی. نگاه کنید از اون ور سوراخی نداره. نوک قاشق پنیر خامه‌ای برمی‌دارید، یه تیکه خیلی کوچولو. شروع می‌کنی با دستت پخش کردن. پنیر خودت هم می‌ذاری، یه همچین چیزی بعد به بنده تحویل بدید. روغن من گذاشتم داغ شه. تا روغن داغ میشه بیاید با هم دیگه سری سوخاری‌ها رو بزنید. می‌کنید توی سوخاری چپ و راست می‌ریزید، یه فشار مضاعف اینجوری می‌خوام ها. کنید دوباره فشار ریز دارم، چوبای رزماری رو جدا بکنم. روغنم تا الان یه ذره رو داغ شده. دوباره همونجوری میندازم تو به این شکل. این از کردن بلو. کردن بلو رو معمولا 2 دور 3 دور باید سوخاری کنی. این از دهنه یه دیره نون تشکیل شه رو دهنه. من نکردم. این شد بشقاب سوخاری ما. چطوری هانی؟ بچه ها روغن باید موقعی که میخوای کردن بلوها رو بذارید داغ باشه. نزنه بیرون. نگاه کنید اینجوری شل میکنه زنه بیرون. امیدوارم بسوزونتش. روغن داغه. تموم شد. این شد مرغای ما. بریم براتون روی استریم میام میام کنیم که ببینید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. دستتون درد نکنه. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. بوس به کلتون. قربون شما. خدا نگهدار. یو منتظر که تا چت بیان. اسم نودلت چیه؟ نودل ندارم داداش. نودل چه کسشریه؟ سرم آشپزم نودل درست کنم برای غذاتون. آقا ما سس تارتار داریم. تارتار زدم با سوخاری. اصلا نگم براتون چت، نگم دلتون نخواد. یه تیکه پایین تست کردم دیدم وای. بسم الله الرحمنیم. اولیو بدون سس میخورم. آره چیزی شد. چه هدف تخمه بود من گذاشتم. آخ دیگه میرم تو سس دیگه. آخه سس زیاد تأثیری نداشت. زیاد واقعا وای زیاد واقعا تأثیری نداشت. یه کردن بلو تورم زدیم. نام دارم. حالا ویدیوش میاد میفهمید چه کسچری شده. وای فکر خروجش باش. باید با کون برم تو ماست داداش.